طوری که همیشه مشغول هستم داده باشم. لیکن همیشه ما در فکر اون هستیم که با دانشجویان ما با شخصانی که یک گروه بشوند والا که تجربه داریم. مثلا وقتی که یک گروه دانشجویان ما صبح داشته بخواستن با تحصیل با فیلیورسیتی روان ما پیسو چارتیوی تشکیل کردیم خواهش کردیم و واقعا مثلا شرکت سامانه برای ما چی هم کردم یک چی میگم گذاشت دفعه که خوبم کردم باید در دوره امکاناتی که متوازی کمکشون کردم واقعا همین چیز و از شرکت روسیه هم خواهش کردیم که اگه کمک نماید همین چیز بود ما خیلی تجربه داریم اگر دانشجویان ما که با فیلیورسیتی روسیه رفتن بخواهم با ما مراجعه کنن ما نامنویس میکنیم یا گروه میکنیم و از شرکت و هواپیمای خواهش میکنیم که در رفتن اونها با دانشجویان ما امتیازات داده باشند. سلام باشین. خیلی دفعه این کس خانوم هستم. هیچ گپ نیست بیمون. مفهوم. سلام باشین. در واقع از این فروع معرفت شد که این فکر شخصی باز ما در باید قبول نگرفتیم ما اشتراکی فعال هستیم که هر یک عضو تشکیل کننده دارد سازمان دهنده دارد شخصی مسئول و هماهنگساز دارد هماهنگساز سازمان دهنده و تشکیل کننده این عضو اکادمی ملی جمهوری تاجیکستان است نظامنامه است سند نیروی حقوقی است که فعال می‌کنند ما با هر اشتراکی فعال هستیم در همه سمت‌ها اشتراک می‌کنیم و داخلی هم تشکیل هم برگزارش هم مؤسسات تحصیلاتی هم از اینها اشتراکی فعال دارند. در مسئله شعبه تربیت جسمانی ما نمیتوانیم که نسبت هر یک فرمتی که در مکتب میانه تعلیم داده شود یک شعبه نو تشکیل مثلا ما 20 ساله علم‌های دقیق ریاضی و طبیعی گفتیم حتی از بین نباشه پگاه شعبه علم‌های متماتیک که نظارت علم متماتیک و شعبه علم شیمی کنیم یا که چی کنیم در وزارت معارف و علم ریاست مخصوص است که خود ببینید و وابسته به هزینه‌های تحصیلات است و در همون زیاد تحصیل کدام فردمت کدام فن کدام نامگوی اختصاصی درس داده میشود آنها نظارت کرده میشوند مؤسسه‌های تا مکتبی است و فصلی مکتبی است تحصیلات ابتدایی میانه کسبی است یعنی در ساختار ما وابسته به هزینه‌های تحصیلات است
که حتما از جمله درس تربیت جسمانی در زمینه تحصیلات وابسته به آن مثلا مقطع میونه خب ابتدایی کسبی میونه کسبی عالی کسبی آنها این چیز نظارت کرده میشود. خب در مسئله سوال آخران شما ما حتما اون سوالای شما میتونیم برای ما یک ایده هست برای ما یک اندیشه هست ما بهترین اندیشه ایده شما میگیم برای چی نمیگفتستیم ما برعکس از زمین تا آسمان می‌ندار هستیم که یک ایده نه یک کنسپت زدن پیشنهاد می‌شود این بر گوشت ساحه ما است این برای پیشروی ما است این هم بر دیگه خاطر و هر سوالی که شما می‌تونید بیشترشون به خاطر از دستوری شما از من واضح سوال کردن که واقعا شما با جامعه رابطه چیز دارین همیشه در بین مردم هستین شما ترلیبوس از اتوبوس از درون محله است دیه است کوچه است در همه چیز با مردم هستین از تمام پست و بلندی درد و خواهش مردم شما هستین این برای ما چطور مهم هستین آنچه که ما نمیبینیم نمیشنویم شما میبینیم میشنویم و ما میگیم و ما در باره امکانات خود حتما ما نقشه چرابینی ها میکنیم حالا که این ساختارهایی که در نشستن اینا هم تو نشستگی نیستن همه دو در خاطر خود در دفترها خود نوشته میکنن سر میکنن و در فعالیت خودش حتما استفاده میکنن حتما این هم با تمامی مسئولیت و میگن که ما حتما از این چیزا شما استفاده میکنیم و در مسئله نفقه یک چیز است اصلا آموزگاه این خدمتی دولتی نیست قانون است قانونگذاری است قانون مهنت است و من این اندیشه من است من هنرمند آموزگاه هیچ گو وای ندارد چی میگم چی سو ندارد تو اون که همون صحت سلامتیش امکان میده و برای ملت خود کسب خود خدمت میکنند صوبه خود کسب خود خدمت میکنند فرض ما بگیریم که شاعر تو با نفقه برآمده دیگه شعر نگو فرض کنیم ما از استاد کمال از 70 ساله شدن میگیم که تو نفقه برآمده دیگه شعر ننویس فرض کردیم آموزگاه هم همین است من مثلا وقتی در دانشگاه ملی فعالیت میکردم همیشه یک چیز میگفتم که استادان عزیز شما ذخیره طلایی ملت ما هستین خیر اگر سلامتش امکان ندارد نیم بست 0.25 بست و یکون یعنی وابسته به وضع سلامتی و چیز و چی میتونیم لیکن در مسئله اون که این نفقه خانون میتوانند که شیروهی جوانان میگن چیز این تنظیم کرده میشه در همه مؤسسات تحصیلاتی عالی این چیز تنظیم کرده میشه همه ساله در زمینه‌های گوناگون استاژировка تجربه آموزی اسپیرانتورا خب شکل‌های اسیستنت معلمان جوانی در شکل‌های گوناگون ما جوانان وقت قبول میکنیم تو اینکه همون پیوند نسل‌ها باشد چون که از زمانی میشد که یک نسل با نفقه میرود که اونها عوض میکنند این چی حتما در نقشه کاری در نقشه تئوری مبنی کرده بودیم پداگوژی مسائل تحصیلی کسبی اینجا دو من از تجربه خودم میگم لیکن اون آموزگاهی که میتوانند باز یک منفعت یک خدمتی برای هم مردم برای دانشجو برای مؤسسه و کسبش کرده تواند ما حتما باید استفاده میکنیم در شکل‌های گوناگون استفاده میکنیم لیکن هست حالتهایی که دیگر اون استاد رو به سینکرونه ما دادن ممکن نیست چون وضع سلامتیش امکان نمیتید یا بیناییشش یا شنواییش مثلا یا دیگر حالت هست که دیگر ممکن نیست چیز کردن ما این حالت رو پیشگیری میکنیم حتما پیشگیری میکنیم سلام باشید با الیاس امامی سعیدزاد از خبرگزاری ازدیوس من دو سوال داشتم اول اینکه بعضی از خواننده‌های مکتب میانه و دانشجویان دانشگاه شکایت می‌کنند که از آنها در دانشگاه و مکتب‌ها پول تعمیر طلب کرده می‌شود. می‌خواستم بدانم تا کجا این درست است کی باید تعمیر کند این مکتب و دانشگاه‌ها. و سوال دوم اینکه در چند سال قبل مثلا درس‌ها تا 25 مای خلاص می‌شدند و چی سبب شد که در چند سال اخیر اینا تا ماه ایون رسیدن تا دوم هفتم ایون فشار یافتند. تشکر. الان با شما سوال دارم 25 30 یکم دهم 14 شما چقدر ارزیابی میکنین مثلا شما
من 25 قبل نکردم یکم کردم. خب شما چقدر ارزیابی میکنید اینا؟ این با ما یک چند خواننده سوال داریم. نه من با شما مثلا من با شما سوال کرده استودم که مثلا شما چقدر ارزیابی میکنید اینا؟ نه واسه ما درست نگاه شما چی است؟ درسته نگاه شما چی است؟ 25 عدد چه تفاوت دارد؟ 25 وقتی که تمام میشود ما میگیم تمام نمیشود. وقتی که 25 قبل تمام داده وقتی که 25 تمام میشود و مثلا این را به 10 میگذارونه در این هوای تاسفانی که مثلا هست سالها واقعا والدان شکایت میکنند که مکتب بچه‌های ما مثلا کودکان ما نمیتوانند که بعد مکتب ها را چندین کیلومتر طی کرده و مکتب را این هم میتواند راه شود. این چیزا را برای درک بعدا مسئول ما مسئول نیستیم که این چیزا را ارزیابی کنیم ولی محترم مسئول شما هستید این چیزا را باید من نگاه شما بسازم شما آموزگار نیست شما ژورنالیست هستید نگاه شما من سوال دونستم که یکم از 25 چی تفاوت داره؟ شما گفته ایستادم که 25 وقتی تمام وقتی که دهم تمام میشه 2 هفته مثلا که ما دراز میکنیم در این هوای تاسفان نه همه کودک میتواند طاقت کند و مثلا چندین کیلومتر را طی کرده به مکتب برود. اگر حواس شکایت‌های والدان است اگر شما مراجعه کردید تشکر. سلام باشید. خب این مسئله است که من الان که یک سال چی مطالعه کردم مقطعی دادم تجربه یک کشور رو مقطعی دادم و معلومات خیلی زیاد هم دارم مثلا در آستریا آغاز درس انجام درس یکم 8 ایول است در انگلیس 20 یعنی وابسته به اقلیم وابسته به محیط جغرافی وابسته به دیگر حالتهای طبیعت دیگر چیزا اینو معاینه کرده میشن و حالا که مسئله دیگر ما فقط به نظام دیگر تعلیم گذاشته هستیم نظام نو وقت ساعت بودجت وقتی نو رو طلب میکنند برای این پدر مادر فقط فکر یک اندیشه یک آدم هستیم اما پیشبرنده همین سیاست هستیم ما تعلیم میکنیم میآموزیم تحقیق میکنیم و حالا که ببینید که همین سال مثلا شما آگاه نیستیم فرض کنید زمستان سرد آمد ما با طب لکلی در ناحیه بلغاب و شهر خوابو تعطیل زمستان را تمدید کردیم یعنی قبول کردیم در موافقه با حکومت زمستان در ناحیه بلغاب و در شهر خوابو تمدید کردیم مثلا ناحیه شهر دوست یا که مسجد از این چیز باید نبود یعنی نظام رو برگاه نکردیم و در صورتی گرم اومدن ما خبرهای لکلی قبول میکنیم در صورتی این چی است؟ اقلیم است یعنی حالتهایی میشود که ما باید وابسته به همون وضعیت یک خبر موقتی قبول کنیم یک چیز موقتی قبول کنیم یعنی همین سال گرم اومد این چنین معنی دارد سال دیگر گرم است اگر یک تا باشه ما چند سال پیش در فصل زمستان یک ماه تعطیل میدادیم اگر در یک تا باشه لیکن هوا خیلی گرم اومد یعنی یک ماه کودک از مکتب از دست بیرون بود برای همین در مسئله انجام درس آغاز درس ما فکر کرده ایستادیم تحلیل کرده ایستادیم و بینید که الان که خود همیشه ما الان که نسبت به نظام سال پیشین یک خبر دیگر قبول کردیم برای همین ما حتما فکر اندیشه آدم میگوییم اونا چی میگویم لیکن باز در اون متخصصان هستند دانشگاه هستند پژوهشگاه هستند اکادمی تحصیلات هست میآموزند و در اساس خلاصه آنها ما ایستو در موافقه با حکومت جمهوری اسلامی باز چی میکنیم کوبابی میکنیم و از همه مهم برای ما این پروژکت وقت است یعنی برای یک سال تحصیل چند هفته چند ساعت چند روزی درسی است ما وابسته به همون فعالیت میکنیم و در روزناکی سال تحصیل هم از زمین وابستگی دارن از کشورهایی که آنها مثلا تعطیل تیم‌ماهی ندارن تعطیل بهاری ندارن تعطیل زمستان ندارن یعنی از این سو بعضی کشورها آغاز انجام تحصیلشون پیشتر است دیگه در اون نظاممون دیگر است این چیز خیلی من معلومات زیاد من نمیخورم مثلا در فرانسه 4 ایول است در نیدرلند 10 ایول است در ایتالیا 6 و 16 یعنی هر یک کشور چیز خودش دارد چی میگم نظام و ترتیب خودش دارد هر یک کشور اون چیزی ما فعالیت خودمون در اساسی درخواست یک یا دو نفر تنظیم نمیکنیم هیچ در مسئله
پول تعمیر ما کوشش میکنیم و ما اتر مشخص پیشنهاد یک جا هست چی گفته است ما چه میکنیم کی گفته است فلان گفته است بیمه گفته است و ما پیشنهاد کنیم کدام مکتب کدام ناحیه کدام شهر است ما چی کنیم مثلا از دانشگاه ملی هم همین چند قدم پیش در چند نفر با ما مراجعه کرد چند نامی و نامتون با شما بگم یک کدام یک همه بخشی من چه سنجم دانشگاه ملی باز من میگه که توبت کردی شما در من این به ما خطر دارد گفتن ممنونای من با شما اما شما معلومات ما پیشنهاد کنیم ما سجده بکنیم حتی یک گپ میگه با دلیل داشتیم علی ولی فاکولتت کورس فلان فلان مشخص ما چه ببینی که نسبت به همون فاکولتت نسبت به همون دانشگاه ما چه ببینی حتما امو دانشگاه ملی تویستان بر تعمیر باید نیاز ندارد اینا شما هستند دانشگاه ملی هم دو سه بینای کهنه که داشت سه بینای کهنه بود از بین اگر بینای نه خوب زمانه‌ای ساختن و قریب من که خودم آمریکا 8 سال کار فعالیت کردم دانشگاه ملی اومد از تعمیر کاپیتالی بخشی نیاز ندارد این چیز است وقتی دانشگاه بعضی مالیوی دانشگاه ملی تویستان امکان میدهد که ببینید خوابگاه نساختن از این بود در پشتش یک اینستیتوتی نوی کامپوس ساخته ایستادن خب یک مرکز خدمترسانی خوب یعنی همون بعد که به استفاده میدیم خب سرتراش خونه در نزد خوابگاهی که در محله بچوب است در محله بینی سوالک از ساختن علاقه که تشکیل بینی و بدونی یعنی دانشگاه میلیسو به هیچ نیاز ندارد اگر اگر حالت دیگه باشه ما خواهش میکنیم و ما چی شده ما نیست گفتن آمده باشد در مورد سوال برادر در حقیقت فقط دلیل هست وجود دارد چندین ساکنان از چندین مؤسسه تعلیمی خود در ناحیه رودکی خود در همین ناحیه شهر توضیح مثلا شکایت کردن از ساکنان والدین ایران خانوادگان که در حقیقت توی همین مجبوری حتی اجباری جمع کرده شده و حتی دوباره ما برنامه هم کردیم در صورت همین مسائل ما نابرابر فقط دلیل آورده شما در همون پیشنهاد میکنیم و ما با واسه زنگوی تلفنی مراجعه میکنم شهروندان مراجعه میکنن همین چیزی که شما گفتید مراجعه میکنم و نسبت هر یک مراجعه شهروندانی که میشوند دفتر اسم مراجعات خیلی زیاد میشوند و نسبت هر یک مراجعه که میشود کوبی میکنیم دفتر در جایش میزنجر میبینن شورندشی میکنن ولی که غیر از این هست اساساً پدر و مادران هست دیگر وابستگی آنها خودشون میخوان مکتب خود مکتب فرزندان خودشون کمک نماید تعمیر نماید و همین اینا کمتر چی کردن لازم هست حالتهایی که شما گفتید و ما همین رو زنگ تلفنی خیلی زیاد میشود و خواهش میکنیم پیشنهاد کنیم ما نسبت همون و مثل دیگر زنگ‌های تلفنی که ما میرسد ما حتما نسبت به اونها چی میکنیم شروع میکنیم حتما نیلی برنامه شما مون داشته که من مون داشتم دیروز از سفر تاجیک‌آباد اومدیم دیروز نتیجه جلبت 6 ماهمون بود سلام باشید برنامه استاد محترم یک درخواست است یک معلمه یک سوال خطای سوال معرف از ناحیه روشن مکتب اینترنت جمهوری خطا نکنم رعنا امرخان‌ها بسیار یک خواهش کردن فرزندشون نصیبه مثل مکتب اینترنت جمهوری خلق کرده است لیکن میخواست است اکادمی وزارت کارهای داخلی جذب کند از کدام سبب نتوانست امروز همین خواننده فعال بیرون از مکتب‌های علمی میموند در این مسئله یک یاری عملی شخصی خود می‌رسد. از شما خواهش اما ما نفته گفتیم روز شنبه قبول ما هست ما در همین تاکید آرتمون در هوای بشود استاد میمونیم تمام مردمی که مراجعه میکنن قبول میکنیم این در حوالی خواهش میکنم یا والدینشون یا خودشون عرض خدمت ما مراجعه کنن اگر دور باشن چی؟ ما در عرضه باشه یا چی باشه که ما حتما کار بکنیم خواهش ما هم فیلم رو برای جوری میتونم مراجعه شما که مراجعه کردید در مکتب ختم با ما پیشنهاد کنید خواهش میکنم حتما کمکش میکنیم میاموزه در داره امکاناتمون چی میکنیم کمک میکنیم حتما خوب است
با همتون از تشکر از همتون احترام خوش میکنم احتیاط کنین هم بعضی سلامتی خودتون هم بعضی سلامتی گرداتون محیط سخن شما که بود برای جامعه سخن تاثیرناک است سخنی با ارزش آواز است و در پیشرفت جامعه نقش بازی کرده میتواند از همتون احترام خوش میکنم که با هم باشه و وحدت و با هم همه کدام مشکلی